این روزها اغلب کسب و کارها با چالش‌هایی در حوزه فروش مواجه هستند. دلایل مختلفی هم برای این وجود داره که حالا در ویدیوهای بعدی حتما من به این موضوع پرداخت خواهم کرد. اما سوال اساسی این هست که آیا ما میتونیم با استخدام یک فروشنده کاربلد بیایم و همه چالش‌هامون در حوزه فروش رو برطرف بکنیم؟ یا به عبارت دیگر فروشنده اصلا چقدر در موفقیت فروش نقش داره؟ این نقش چی هست و چطور میتونه این نقش رو درست بازی بکنه؟ خیلی از مدیران امروز فکر میکنن که اگه یه فروشنده خوب بیارن کار رو براشون در میاره و جمع میکنه و مشکلات فروششون رو برطرف میکنه. این ویدیو دقیقاً به این موضوع اختصاص داره که چقدر این تفکر درست هست. تا پایان با من با این ویدیو همراه باشید. وقت بخیر دوستان جان، همراهان دوست داشتنی، امیدوارم حال همگی خوب باشه. من آیدین نامدار هستم. اینجا مدرسه کسب و کار پله هست. من در مدرسه کسب و کار پله تخصصا در حوزه مسائلی با شما صحبت میکنم که به رشد کسب و کار شما، مخصوصا به رشد کسب و کار کوچک شما کمک میکنه. اگر به این موضوعات علاقمند هستید حتما توصیه میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو هم در حالت آل قرار بدید، چون این اولین ویدیوی این کانال هست و من چقدر حالم خوب هست که بالاخره این کانال رو هم راه اندازی کردیم و داریم در موضوعات تخصصی حوزه کسب و کار با شما صحبت میکنیم. قبل از اینکه وارد اصل بحثم بشم، از شما میخوام که در کامنت ها بنویسید که آیا شما هم در حوزه فروش چالش دارید یا نه. اگر دارید ریشه رو در کجا میدونید و فکر میکنید که چرا در حوزه فروش شما چالش دارید. این نکته هم بگم که برای خیلی از شما چهره من و لحن من و محتوای من تکراری هست. تکراری نگیم، آشنا هست، این درست‌تر هست، چون من سالهای سال هست که در کانال یک پله بالاتر مخاطبین عزیزی رو مثل شما همراه دارم که در حوزه رشد فردی با هم صحبت کردیم. الان وقتش بود که یک کانال تخصصی در حوزه کسب و کار هم راه اندازی بکنیم. یه بار دیگه موضوع ویدیو رو یادآوری بکنم، نقش و اهمیت فروشنده در موفقیت فروش هست. خب بیایم صحبتمون رو به دو گروه تقسیم بکنیم. یک، کسب و کارهای فروشگاهی، دوم کسب و کارهای شرکتی و سازمانی. در موضوع کسب و کارهای فروشگاهی اهمیت فروشنده بسیار بسیار بالا هست. یعنی به نظر من موفقیت در فروشگاه یعنی خود اون فروشنده. چرا؟ چون فروش در فروشگاه یه اتفاقی هست که در یک زمان مشخصی شروع میشه، در یک زمان مشخصی هم تمام میشه. شاید 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه در بعضی از کسب و کارها و در بعضی از فروشگاه ها شاید این عدد نیم ساعت، 1 ساعت هم طول بکشه. ولی هرچی از معمولا اونجا شروع میشه و اونجا تموم میشه و نقش و اهمیت فروشنده فوق العاده بالا هست. یعنی اگر بخوام خیلی راحت و صادقانه در این موضوع صحبت بکنیم، اگر شما صاحب یک فروشگاه هستید و یک فروشنده رو گذاشتید اونجا که کاربلد هست، به احتمال زیاد خیالتون خیلی راحته، چون درصد بالایی از پاخور مغازه شما رو به مشتری تبدیل میکنه، پول میگیره، جنس میده و الی آخر. برعکسش هم صادق هست. یعنی اگر شما صاحب فروشگاه هستید که الان اوضاعتون در فروشنده یا فروشنده ها خوب نیست، همش یه ای کاشی پس ذهنتونه که ای کاش منم یه فروشنده خوب استخدام بکنم و این آدم بیاد برای من بفروشه. پس علل حساب بگم که نقش و اهمیت فروشنده در فروشگاه فوق العاده بالا هست. خب اگر فروشنده‌ای دارید که کار رو براتون در میاره، خیلی تبریک میگم، قدرش رو بدونید، مراقبش باشید، حواستون بهش باشه، پول خوب بهش بدید، یه کوچولو هم نازش رو بکشید، ضرر نداره براتون. اما اگر فروشنده‌ای دارید که سوسو هست، نه انقدر بده که اخراج بشه، نه انقدر خوبه که خیالتون راحت بشه، حتما شما باید برنامه آموزشی براش داشته باشید. مطمئن باشید اگر اون فروشنده یا فروشنده هاتون رو که نمره قبولی میگیرن ولی 20 نمیگیرن، اگر بفرستید در برنامه‌های آموزشی اتفاقهای خوبی براشون میفته. اما بیایم در بخش دوم صحبت بکنیم از نقش و اهمیت فروشنده در سازمان‌ها و در کسب و کارهای شرکتی. اینجا برخلاف فروشگاه نمیتونم بگم هرچی از دست فروشنده هست، هرچند که فروشنده اهمیت فوق‌العاده بالایی داره. در سازمان ما مفهوم بزرگتری برای فروش و فروختن قائل هستیم. یک نفر یک تنه نمیتونه موفقیت فروش یک سازمان رو رقم بزنه.
استدلالم چی هست؟ ببینید در فروش های سازمانی برند شما فوق‌العاده اهمیت داره. پورتفولیوی شما، نمونه های موفق قبلی شما، نقطه نظرات مشتریان قبلی شما بسیار بسیار اهمیت داره. اینکه شما چه فروش افزاری در اختیار فروشندتون قرار دادید، اینکه نظام پیگیری در سازمان شما چی هست، نمونه‌ای که دست مشتری میفرستید، جلسه‌ای که برگزار میکنید، آدرستون کجا هست، شماره تماسی که این آدم باش تماس میگیره چی هست، زیرساخت نرم افزاریتون چی هست، حمایتی که از فروشندتون چی هست، همه اینها در موفقیت فروش دخالت داره. در واقع میخوام اینو بگم که فروشنده شما نقش پررنگی داره ولی همه نقش با اون نیست. اگر میخواید به عنوان صاحب یک کسب و کار که یه فروشنده موفقی هم اونجا دارید، حالتون هم باش خوبه، بچه خوبی هم هست، کار را بندازم هست، پیگیرم هست، اگر میخواید کار درست رو از این آدم بگیرید و موفقیت به دست بیارید در فروش، شما باید زیر ساخت برای داستان داشته باشید. من اینجا به جرأت و با قاطعیت تمام به شما میگم در فروش های سازمانی هیچ فروشنده یا هیچ مدیر فروشی برای شما معجزه نخواهد کرد. اسب سپیدی وجود نداره که یک فروشنده بر پشت این اسب سپید بیاد و کار رو برای شما 0 تا 100 رو به تنهایی در بیاره. من این روزها در جلسات مشاوره زیاد به گوشم میخوره دیگه، میگن آقا شرکت ایکس یه خانم فلانی یا آقای فلانی رو داره، هر چیه زیر سر این آدمه، این آدم به تنهایی یک کتازی میکنه، به هر کی میخواد میفروشه، به هر قیمتی میخواد میفروشه، سود بالایی هم به دست میاره اون سازمان. من گوشم شنوای این حرفا نیست. باور عمیقم اینه که این دیتا غلط هست. اون خانم یا آقای ایکسی هم که در اون سازمان داره جولان میده و به تنهایی میفروشه، اوکی، آفرین داره، دمش گرم، دستش در نکنه، ولی زیر ساخت براش فراهم شده. این آدم یه کاتالوگ درست درمون دستش داره، یه وبسایتی هست که مشتریش وقتی میره اونجا به دیوار نمیخوره. این آدم نمونه وقتی میفرسته نمونه درست میفرسته، پیگیری رو بلده، ولی خب یه خط تلفن خیلی درست درمون هم زیر دستش داره که داره با اون زنگ میزنه. یعنی میخوام بگم که فروشنده موفق ابزار میخواد، یا به عبارت این جمله بهترش این هست، فروشنده برای موفقیت ابزار میخواد و مسئولیت اون ابزار با شما هست. شما که الان کسب و کارتون یه کوچولو در حوزه فروش میلنگه، مخصوصا کسب و کار سازمانی و شرکتیتون، باید به چند تا سوال اساسی جواب بدید. اونم این که استراتژی فروش من چی هست؟ تیم فروشم رو کیا دارن تشکیل میدن؟ زیرساخت برندم در این حوزه چی میگه؟ زیرساخت فروش افزارهام در این حوزه چی میگه؟ آیا قیمت گذاری درستی انجام دادم یا نه؟ همه اینها اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و این هست که در واقع ضعف در این حوزه ها هست که دست و بال یک فروشنده رو میبنده و فروشنده شما نمیتونه کار در بیاره. اگر بخوام با یک مثال جمع‌بندی بکنم ارزم رو، شما یک آشپز خبره، یک شف بی‌نظیر بین المللی رو بندازید در یه آشپزخونه که اجاق گازش درست کار نمیکنه، هودش درست کار نمیکنه، فر نداره، قابلمه درست درمونی اونجا نداره و تازه وقتی هم که میخواد با همینها آشپزی بکنه برنجش خوب نیست، گوشت درست نداره، ادویه درست نداره، هیچی نمیتونه برای شما در بیاره. بعد اون وقت شما پس ذهنتون میگید که آقا من شف از ایتالیا آوردم کار رو برای من در بیاره. در نمیاره، نمیتونه در بیاره، ابزاری نداره، امکانی نداره، شرایطی نداره و زیرساخت باید براش فراهم بشه. عرض پایانیم این هست، فروشنده فوق‌العاده مهم هست در کسب و کار فروشگاهی که بسیار بسیار اهمیت داره، ولی با 100% نیست، کلش نمیتونه باشه. حتی اگر یه جایی هم من گفتم کلش، این یه استعاره است. باز محیط فروش، نور فروش، دمای فروش، عطر و بو، جنسی که شما آوردید، قیمتی که گذاشت، همه اینها دخیل هستن. ولی در کسب و کار فروشگاهی اهمیت و نقش فروشنده خیلی بالا هست. در کسب و کار سازمانی فروشنده یک از 10، یک از 5 هست. الباقی باید زیر ساخت داشته باشه. پس معجزه‌ای در کار نیست، معجزه‌گری در کار نیست. شما باید ضعف‌هاتون و خطاهاتون در حوزه کسب و کار فروشگاهی رو برطرف بکنید، در حوزه کسب و کار سازمانی رو برطرف بکنید و مطمئن باشید که اون وقت هست که یک فروشنده خبره یا همون شف
میتونه غذای خوب براتون در بیاره. ممنون تا اینجا همراه بودید. اینجا پایان این ویدیو هست و اگر سابسکرایب نکردید و به این موضوعات علاقه‌مند هستید دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و قراره که یوتیوب به شما 2 تا ویدیو دیگر رو هم از این چنل پیشنهاد بکنه. یکی رو انتخاب کنید و مسیرتون رو با من آیدین نامدار در این کانال ادامه بدید. با کلی آرزوی خوب شما رو به خدا میسپارم. در پناه حق باشید و امیدوارم که چالش‌های فروشتون با تفکر درست برطرف بشه. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ.